انسان‌ها همیشه سعی می‌کنن افراد رو بر اساس خصوصیات فردی اونها بشناسن و ارزیابی خودشون رو از فرد اعلام کنن. مثلا مدیرا برای استخدام فردی باهاش مصاحبه می‌کنن و اون رو از لحاظ کیفی مورد بررسی قرار میدن. این نوع استخدام 2 اشکال داره. یکی اینکه رفتار مصاحبه شونده به هنگام مصاحبه قطعاً با رفتارش در حالت عادی فرق میکنه و دوم اینکه انسان‌ها خیلی راحت میتونن خودشون رو بر اساس شرایط محیطی تغییر بدن. وقتی شرایط عادی بر محیط حاکم باشه، تأثیر خصوصیات فردی بر رفتار شخص زیاده و وقتی شرایط خاصی بر محیط حاکم باشه، نقش خصوصیات فردی کم میشه و میتونه خودش رو مطابق با اون کنه. یعنی اونها میتونن رفتار خودشون رو بر اساس شرایط محیطی تغییر بدن. خب اگر صفات و خصوصیات فردی معیار مناسبی برای پیشبینی رفتار عادی کارمندان نیست، یک مدیر برای ارزیابی متقاضی باید از چه ابزاری استفاده کنه؟ جواب اینه: رفتار گذشته. بهترین پیشگو برای رفتار هر فرد در آینده رفتار گذشته اونه. پس زمانی که برای استخدام فردی باهاش مصاحبه میکنید، بیشتر وقت خودتون رو صرف پرسجو در مورد عملکرد قبلیش کنید. مثلا در شغل قبلی خودت چه اقدامی انجام دادی که فکر میکنی میتونه نشون دهنده خلاقیتت باشه؟ یا در شغل قبلی آیا کاری بود که انجامش برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده باشه اما نتونسته باشین اون رو انجام بدین؟ چه چیزی باعث عدم انجام اون شد؟ بهترین پیشگو برای رفتار هر فرد در آینده رفتار گذشته اوست.